10 تا از بهترین آهنگای ترکیه. امروز قراره بهتون معرفی کنم. میدونید چیه؟ حس کردم اصلا از آهنگای گوشید خسته شدی و به آهنگای جدیدی نیاز داری. به خاطر این تصمیم گرفتم چند تا آهنگ خوب ترکی بهت معرفی کنم که بری گوش بدی. من رفتم 100 تا از بهترین آهنگای ترکی رو گوش دادم و 10 تاشو واسه تو انتخاب کردم و همه این آهنگایی که امروز قراره بهت معرفی کنم رو تو چنل روبیکا واسط گذاشتم. لینک چنل روبیکای خودم رو تو دیسکریپشن واسط میذارم که بری این آهنگا رو دانلود کنی. امروز قراره طبق بازدیدهایی که این آهنگا تو یوتیوب گرفتن از شماره 10 تا شماره 1 پیش بریم. شماره 10 کمترین بازدید رو تو یوتیوب گرفته و شماره 1 بیشترین بازدید رو. نمیدونم چرا بعضی از این آهنگا باید مثلا 2 میلیون بازدید بگیره. به چه دلیلی؟ شماره 10 کابل از امراه. این آهنگ در یوتیوب بیش از 2,191,000 بازدید گرفته و 10,000 تا لایک و در 3 ژانویه 2014 از چنل موزیک پلی انتشار شد. ولی در اصل این آهنگ در سال 2002 ساخته شده، یعنی تقریبا 23 سال پیش. واقعا من نتونستم درک کنم که چرا این آهنگ انقدر کم بازدید گرفته. به نظر من حداقلش باید یه 100 میلیون بازدید رو میگرفت. 2 میلیون چرا آخه؟ من شدیداً روی این آهنگ قفلیم و خیلی دوستش دارم. خیلی. اگه بخوای این آهنگو دانلود کنی میتونی به چنل روبیکای من مراجعه کنی و از اونجا دانلود کنی. اگه بنویسی #10 این آهنگو واسط میاره. شماره 9 شیناناری نای از پونار دیل شکر. عالی آقا، عالی عالی. این آهنگ در یوتیوب بیش از 6 میلیون بازدید گرفته با 32,000 تا لایک. این آهنگ در سال 2014 از چنل نت موزیک انتشار شده ولی در اصل در سال 1995 ساخته شده، یعنی دقیقاً 30 سال قبل. 30 سال. و اما شماره 8 وازگچمم از مرات بوز. این آهنگ در یوتیوب بیش از 18 میلیون بازدید گرفته با 78,000 تا لایک. در 4 مارس 2014 از چنل نت موزیک انتشار شده که در همین سال ساخته شده. این موزیک ویدیو در واقع یکی از بهترین موزیک ویدیوهای ترکیه محسوب میشه. یعنی طرفدارای مرات بوز این موزیک ویدیو رو از بقیه موزیک ویدیوهاش بیشتر دوست دارن که منم به شخص بیشتر دوست دارم این موزیک ویدیو رو. شماره 7 آزارا کادار از مصطفی ساندال. تا الان این آهنگو و این موزیک ویدیو رو از همشون بیشتر دوست دارم، یعنی از ستای قبلی. خیلی عالی آقا. اصلا من نمیتونم توصیف کنم اصلا مصطفی ساندالو. ببین استعداد، هنر. این آهنگ در یوتیوب بیش از 32 میلیون بازدید گرفته با 102,000 تا لایک. در 4 مارس 2014 از چنل نت موزیک انتشار شده ولی در اصل در سال 2002 ساخته شده، یعنی دقیقاً 23 سال قبل. آره دیگه. 6. müziğimiz Dantel az İrem Derici. Yansın geceler, sabahı da söndürelim. Beni yak, beni yık, beni hapset, içine çek bebeğim. واقعیت من با این آهنگ خیلی خاطره دارم. شاید به خاطر اونه که انقدر واسه من جالبه. احتمال داره که تو خوشت نیاد. میتونه باشه، اصلا اشکالی نداره. این آهنگ در یوتیوب بیش از 82 میلیون بازدید گرفته با 229,000 لایک. انتشار شده در سال 2016 که در همین سال هم ساخته شده، یعنی دقیقاً 9 سال پیش. شماره 5 همتون میشناسیم بدون استثنا. بدون استثنا همه میشناسنش. باسکازا از اسماعیل یکا. 2 میلیون بازدید گرفته در یوتیوب با 392,000 تا لایک. انتشار شده در 3 ژانویه 2014 از چنل موزیک پلی ولی در اصل در سال 2008 ساخته شده، یعنی دقیقاً 17 سال قبل. شماره 4 چاکماک چاکماک از تارکان و سیبل جان.
این آهنگ در یوتیوب بیش از 112 میلیون بازدید گرفته با 227,000 لایک و 4 مارس 2014 از چنل نت میوزیک انتشار شده و در سال 2007 ساخته شد. تاریخ تولید این و تاریخ تولید این آهنگ یکیه. شماره 3 آژات پکان یاکار geçerim. Ben senin yerinde olsam ufak ufak uzarım durmam. söz müzik تارکان. متن این آهنگو تارکان نوشته. این آهنگ در یوتیوب 116 میلیون بازدید داشته با 256,000 لایک. در سال 2012 انتشار شده از چنل خود آژات پکان. رسیدیم به موزیک تارکان. کوزو کوزو از تارکان. این آهنگ 141 میلیون بازدید گرفته با 504,000 لایک. انتشار شده از چنل خود تارکان در سال 2012. شماره 1 Aşkla Aynı Değil از Gülben Ergen و Oğuzhan Koç. این آهنگ بیش از 205 میلیون بازدید گرفته با 594,000 تا لایک. پخش شده از چنل نت میوزیک. بچه‌ها امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. همه این آهنگایی که بهتون معرفی کردم رو میتونید برید از چنل روبیکای من دانلود کنید که لینکش رو تو دیسکریپشن واسهتون گذاشتم. لینک همه آهنگایی که بهتون امروز گفتم هم تو دیسکریپشن واسهتون میذارم، ولی بهتره که برید از چنل روبیکای من دانلود کنید چون اونجا میتونید خود آهنگو دانلود کنید، ولی تو یوتیوب فقط میتونید موزیک ویدیو رو ببینید. انقدر زحمت کشیدیم ناموسن یه لایک نمیرسه. چنل منم سابسکرایب کن و نظرتو تو کامنت ها واسم بگو. از شماره 1 تا 10 کدومشو بیشتر پسندیدی؟ من خودم به شخص فن تارکانم، ویدیو من تارکان رو انتخاب میکنم. شماره 2 تا به ویدیو بعدی. خدا نگهدار.